سلام و عرض ارادت دوستای عزیز، صدای ما را از افغانستان میشنوید. این تابلوهایی که الان اینجا میبینید اینا تابلو نیست، اینا انعکاس دهنده آنتن تلفن همراه. از این منطقه که الان من قرار دارم تقریبا 18 کیلومتر با آنتن فاصله داره. چون این قریه پایینم که هست نقطه کور قرار گرفته، آنتن دهی نداره، به خاطر همین الان این آهن گالوانزه ها را آوردن اینجا به شکل تابلو نصب کردن، انعکاس میده آنتن و سمت قریه پایین. این قریه که الان تو تصویر مشاهده میکنید همه خونه ها هم آنتن داره هم نت داره. یه وقت اگر طوفانی بشه، باد بشه یا کسی اینا رو چپ کنه، آنتن اون ده کلا میپره. به خاطر همین اینا رو اینجوری قشنگ بسته محکم کرده که به آسونی نشه، چپ نشه. بله دوستای عزیز، اگه وقتی رفتین جای همچین چیزی رو دیدین چپ نکنین که مردم قریه اگه آمد دهنتون رو سرویس میکنه، به خاطر که آنتن دیش قطع میشه.